اگه تو خونت یا مغازت کولر گازی داری حتما این پست رو ببین، چون خیلی واجبه. خیلیاتون به ما زنگ میزنین یا تماس میگیرین یا ازمون میپرسین که کولر گازی خونه یا محل کارمون قدرت پرتاب بادش یا خنک کنندگیش خیلی اومده پایین. دو تا راهکار خیلی ساده بهتون میگم که هر سال این کارو انجام بدین که هم سرعت بادتون زیاد میشه و هم خنک کنندگیش. خیلی هم ساده است. اولین کار اینه که در کولر گازیتون در پنل رو باز میکنین. اینجا دو تا دونه فیلتر داره. این فیلتر رو به صورت کشایی در میارین. این کارش اینه که گرد و غباری که تو خونتون هست رو میگیره، نمیذاره بره تو رادیات پنلتون. اینو فقط کافیه بشورین با آب و یه مسواک، هیچی هم نمیخواد. اگه مواد شوینده بزنین خوشبوترش میکنه. این اولین کاری که باید انجام بدین زیر سر همین ریموته. اینجا یه دونه دکمه هست تو همه ریموت‌ها به اسم دکمه ریست. این دکمه رو ریموت رو به دستگاهتون میگیرین، چند ثانیه نگه میدارین، دستگاهتون برمیگرده به تنظیمات کارخونه. دقیقاً همون روز اولی که در آوردین بردش در چه حالتی بوده و استاندارد بوده، دقیقاً به همون لحظه برمیگرده و کامل اگه مشکلی داشته باشه و برنامه اشتباهی شما از طریق ریموت داده باشین حذف میشه و دوباره مثل روز اول براتون کار میکنه. یه دکمه دیگه رو ریموتاتون هستش به اسم دکمه کلین. این دکمه رو هر چند وقت یه بار بزنین. خود کولر یه قسمتایی داره که شما دسترسی ندارین، مثل بلوورش یا پشت پنلتون، خودش به صورت اتومات پاک میکنه، بوی بد و گرد و غبار رو کلا از تو کولرتون حذف میکنه و لذت میبرین از سرما و خنکی دستگاهتون. راستی اینو یادم رفت بهتون بگم، پیج ما رو حتما فالو کنین. ما دو تا فروشگاه فعال تو بانه و تو تهران داریم. دفتر تهران هم به قیمت بانه جنس میفروشیم. ارسال به سراسر کشور داریم. بانه یا تهران هر کدوم راحت بودین میتونین تشریف بیارین. حضوری در خدمتتون هستیم. خیلی مخلصم.